از چند روزی هوای مساعد دهقانان و کشاورزان شهر حصار ثمرناک استفاده بردند کوشش می‌نمایند هرچی تیزتر کشت و شودگاه را به تلف به انجام رسانند. عین حال کشت و شودگاه تیرماهی در خواجگی‌های خرد و میانه شهر از جمله در خواجگی به نام عبدالرؤوف یوسفوف، لطیف مرادوف و در کارخانه واحد تعلیمی تجربوی حصار نزد دانشگاه اگری جمهوری تاجیکستان متشکلانه جریان دارد. 150 گکتار زمین پخته تازه کردن غوزاپایا رفته شده است و در زمین‌هایی که خالی کرده شده جفت رفته شده است. تا امروز 90 گکتار زمین از پخته از غوزاپایا تازه کرده جفت کرده شده است و دوام دارد. اما ستاد مخصوص تشکیل نموده ایم اوید جفت کردن زمین‌های خالی شده که ما حاصلات خوب را به دست آوردیم و تا امروز 120 گکتار زمین خالی شده ما همگی در عموم جفت کرده شده است. کوشش می‌نماییم که زمین‌هایی که از محصولات خالی شده رو و این چنین زمین پخته رو پورا به روزهای نزدیک شودگاه کرده به موسم سال آینده تیاری بینیم. برای به تلف گذراندن کشت و شودگاه تیرماهی در خواجگی‌های خرد و میانه شهر حصار تمام تکنیک‌ها از تعمیر کلی برآورده به کار سفربر کرده شده است. موافق به معلومات ریاست کشاورزی شهر حصار نشاندادهای ساحه کشاورزی امسال در تمام خواجگی‌های خرد و میانه بلند و امیدبخش گردیده است. از باد و هوای مساعد فصل زمستان استفاده برده کشاورزان عزم دارند که کشت و شودگاه تیرماهی را تیز و با صفت به انجام رسانند. همچنین خواجگیداران برای گذراندن زمستان امسال در فرمه‌های مالی شیری به طور کافی خوراک چاروا ذخیره کردند. این چنین خواجگی دارای فرمه شیری مالی بوده که امروز برای زمستان گذرانی چاروا 2018-2019 ذخیره خوراک چاروا علف درشت و سیلوس سنج ما ذخیره نمودیم که ما باوری کامل داریم که زمستانی سرد و پیش ایستاده رو به یگان کمبودی پای سر می‌نماییم. برای برمحل انجام دادن این تدبیر فراوان حاصلی در شهر حصار از حساب متخصصان با تجربه ستاد تشکیل کرده شده است که اعضای آن پیوسته رفت کار را نظارت می‌نمایند.